امروز نصب موکدتای و چستنی رو بهت نشون میدم، پس نگاه کن. درود به همه بینندگان عزیز. من چسبم رو ریختم کف کار و میخوام شروع کنم به کار تک زدن. همین که میبینید از لبه موکدتایل قبلی که نصب کردم شروع کردم و لبه های دیوار رو کاملا چسب میزنم که بتونم موکدتایلم رو راحت تر نصب کنم. و کاردتی که دستتون میگیرید عمود نگه دارید، یکم مایل به پایین و چسبی که روی کف کار میمونه بعد یکم بیشتر باشه. سعی کنید فشار روی کارتکتون رو تنظیم بکنید که چسب روی کف کار بیشتر بمونه و تایلتون بهتر بچسبه. اینجا من چسب رو برداشتم و دوباره ریختم، چون اگر زیاد میریختم موقع کارتک زدن اذیت میشدم و دوباره شروع کردم به کارتک زدن تا انتهای دیوار و اتمام چستنی و کارم تا لبه دیوار. از جاهایی که زیر موکت چسب نخورده دوباره موکت رو بلند میکنم که چسب میزنم که چسبندگی داشته باشه. یادتون باشه زمانی که کارتک میزنید سعی کنید چسب رو به 2 تا تایل کارتکتون رو بکشید، چون اگه بخواید کم کم بکشید اذیت میشه. اینجا من چسبندی تمام شده و میخوام شروع کنم موکت تایل رو بچسبونم. اولین تایلم رو از لبه دیوار شروع میکنم و میچسبونم. دومین تایل رو از لبه دوم تایل بعدی میچسبونم و روی تایل اولم میفته. چرا این کار رو میکنم؟ به دلیل اینکه بتونم از لبه موکت با کاتر برش بدم که کارم تمیزتر در بیاد، هم لبه دیوار تمیز در بیاد هم لبه موکتی که برش دادم با تیغ کاتر. و سومیشو میذارم که زمانی که میخوام دومین تایل برش بدم دویدگی نداشته باشه و حرکت نکنه تایل دوم. و شروع میکنم دومین تایل بالا رو میندازم. میبینید که دارم از دومین تایل شروع میکنم و موکت بعدی رو دوباره از لبه دیوار میندازم و موکت دوم میندازم روی کار که بتونم با کاتر برش بدم. اینجا من کاترم برمیدارم از لبه موکت تایلم برشامو انجام میدم. سعی کنید زمانی که کاتر لبه تیغ رو به پایین بکشین که رد نکنه و لبه تایل رو از بین نبره و باید تایلتون رو عوض بکنید.
میبینید این تایل رو برمیدارم، یکم خم میکنم و جا میزنم، خیلی راحت. و با ته کاسه میتونید اینو فشار بدین که بتونید قشنگ کامل لبه کار بچسبه. همیشه سعی کنید موکیت تایلاتون رو از بسته خارج کنید، آماده باشه که کارتون زودتر پیش بره و چسبتون خوش نشه. وقتی که چسبندگیشو از دست میده، سعی کنید چسب بردارید، دوباره چسب بزنید تا بتونید موکت تایلتون رو بچسبونید.